بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما عزیزان، خوبان و مهتران، هر جای دنیا که هستید و در هر وقتی که هستید، خدمتتون عرض سلام و خسته نباشید و روز بخیر دارم و امیدوارم همیشه زندگیتون موفق و شادکام باشید و در پناه حق. عزیزان، رابطه شما با خداتون چطوره؟ کجایید؟ با خداتون خوبید؟ خداتون رو درک کردید؟ فهمیدید؟ رابطه خودتون با خداتون، دوستی که امروز میخواییم در موردش حرف بزنیم، شخصیت امروزمون همیشه میگفت که در دنیا یک لذتی هست که خیلی خیلی از ثروتمندا متاسفانه از دنیا میرن و این بزرگترین سعادت و لذت نصیبشون نمیشه. گفتن لذت چیزی؟ گفتن که لذت معرفت و شناخت خداوند. امام ابن قیم میگفت که در دنیا یک بهشتی است که اگر انسانی داخل این بهشت دنیا نشه ها، داخل بهشت آخرت نخواهد شد. بهشت شناخت خدا و لذت بردن از با خدا بودن و در کنار خدا بودن. شما کی هستید؟ در چه وضعی هستید؟ گناهکارید یا نیکوکار؟ پارسا و با خدایید یا از خدا به دور؟ هر چه هستید بدونید که درگاه خدا به روی همه بازه. خداوند متعال داره به ما میگه، فرشتهاش داره داد میزنن که بازا بازا، هر آن که هستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازا. بله، دروازه توبه و بخشش الهی بروی همه گناهکاران بازه، اما باید یک مقداری همت داشت، یک مقداری از خدا خجالت کشید به طرف خدا. خدایی که این همه نعمت‌ها داده که ما اگر بخوایم نعمت‌های خدا رو حسابشون کنیم توانش در ما نیست. بله، و کیست که شکر یکی از 1000 کرد؟ این همه نعمت ها ما شکر کدومشو میتونیم بکنیم؟ شکر چشوشو، شکر گوشو، شکر این صحتو، شکر هر چی کم داشته باشی باز هم بی نهایت نعمت از خداوند متعال داری و باید در فکر با خدا بودن بود. این شخصیتی که امروز در برنامه قصه ها و اندرزه هامون میخواییم در موردشون حرف بزنیم، این رو بهش میگفتند سید و زاهد و پرهیزکارترین و پارساترین مرد تابعیان. از دوستای حسن بصری بود. حسن بصری که بهش میگفتند به اصطلاح سید تابعین، عالم برجسته و بزرگ تابعیان، و ایشون از شاگردان انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. بله، انسانی بود شرابخور، انسانی بود گمراه، انسانی بود که عجیب هرچی در موردش بگی انسان دعوایی، انسانی که به اصطلاح همیشه در پی فساد و خرابی بود. چطور به طرف خدا بازگشت؟ 30 سال آزگار، بله 30 سال تمام در گمراهی بود و در نهایت بعد از 30 سال فساد، بعد از 30 سال ظلم و ستم به خودش و به دیگران به طرف خدا بازگشت و شد زاهد و پرهیزکار. وقتی امام حسن بصری در مسجد بصره در یکی از جمعه ها، خب امام حسن بصری وقتی امامت میداد و
نماز جمعهش چه جمعیتی که جمع نمیشون. در یکی از جمعه ها ایشون اطلاع دادن که در جمعه بعد این شخصیت قصه ها و اندرزها خطبه خواهند گفت. مردم این خبر، ایشون از کوفه بود، میخواست از کوفه بیاد به بصره، این خبر در دنیا آنچنان پیچید که مردم جمع شده بودن از اقصا نقاط بصره و اطراف اومده بودن که چی؟ ما بشنویم سید زاهدان چی میگند. کسی تصور نمی کرد این شخصیت بزرگوار روزی یا تا 30 سال گمراه بودند. کیستند ایشون که ما از زندگیشون درس میگیریم که ما هم میتونیم برگردیم به سوی خدا، رابطمون رو با خدامون درست کنیم، با قرآن آشتی کنیم، خودمون رو بسازیم، کسی باشیم که وقتی که چشم از این دنیای فانی برمیبندیم آخرت به ما افتخار کنه. یادتون هست سعد ابن معاذ وقتی با 7 سال، سعد ابن معاذ 7 سال اسلام داشت، 7 ساله مسلمون 7 ساله بود، یعنی 7 سال بود که اسلام آورده بود. وقتی که وفات کرد عرش الهی به لرزه افتاد. پس ما چند ساله که تو اسلامیم و کجای کاریم؟ آیا خدامون از ما راضی است یا نه؟ خب با من همراه باشید. بعد از این میان برنامه انشالله در خدمت شما خواهیم بود و این شخصیت بزرگ، زاهد و پرهیزکار و با خدای تابعیان، بعد از میان برنامه در خدمت شما. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. بله، داشتیم از یکی از نامدارترین تابعیان، مردی پارسا، ضرب المثل در تقوا و پرهیزکاری، مالک ابن دینار حرف می زدیم. بله، مالک ابن دینار، این صحابی، این تابعی برچسته و این انسان پارسا و با خدا، شخصی که در سال 127 هجری چشم از جهان فرو بست. بله، داشتیم با حضرت حسن بصری در مسجد بصره بودیم که فرمودند جمعه آینده این شخصیت میاد حرف میزنه، مالک ابن دینار میاد خطبه جمعه آینده، در مالک ابن دینار میاد این خطبه رو میدن. الان این مالک ابن دینار خدا رحمتش کنه چی گفتن در اون خطبه؟ بیایید من واسه شما تعریف نکنم، بذاریم مالک ابن دینار خودشون این حرفا رو بزنن. ایشون در اون خطبه یه چیز عجیبی رو واسه مردم به اصطلاح مطرح کردن که چگونه هدایت شدم. بله، کسی تصور نمی کرد که مالک ابن دینار تا 30 سالگی زندگیش همش در شرابخوری و در فساد و در فسق و فجور بودن. بله، همه فکر میکردن که مالک ابن دینار زاده تقواست، زاده ایمانه، زاده اخلاص و پرهیزکاری است. ایشون گفتن که من تا 30 سالگی پلیس بودم، پلیس خیلی بدجنسی هم بودم، همیشه دنبال مشکل بودم، همیشه میخواستم کسی دعوایی باشه که منم برم یه دوتا مشتی به کسی بزنم و خود نمایی کنم. یه روز میرفتم تو بازار، دیدم که اصلا حالم خسته شده بودم، میخواستم یه دعوایی جایی ببینم، دیدم 2 نفر دارن دعوا میکنن. گفتم که خوبه منم برم یه 4 تا مشتی به یکیشون بزنم، یه خودی نشون بدم، یه بازویی به سرا به نمایش بگذارم. رفتم اونجا دیدم که یکیشون داره میگه که ای مردک، میخوای لبخند دخترای منو بدزدی؟ میخوای لذت و شادی دخترای منو تو دهنشون خوش کنی؟ اون دیگه میخندید، ها ها ها، میگه چی آقا، مگه دخترای تو چی هن؟ گفت که من این حلوا رو خریدم بدم به دخترام بخورن، شاد باشن، لبخند بزنن، اون وقت تو اومدی اینو از دست من میگیری؟ با خدا میرم کاری از دست هم بر نمیاد، اما میرم به دخترام میگم امشب یه دعایی بکنن که تو زندگیت شادی رو نبینی، بدبخت بشی، زندگیت بسوزه. بعد اون ظالمه میخندید. اون که میخندید، مالک ابن دینار که میگه که من تازه اونجا رسیده بودم، خیلی خیلی این، ببینید هر انسانی هر چقدر ظالم و بدجنس باشه، قلب انسان مثل یه تخم مرغه.
همه قلبشون داخلش خدا صاف و تمیز خلق کرده. یه قلبی هست که بیرونش سفیده، خب یه قلبی هست که رنگ کرده، گناه کرده و نقطه های گناه سیاه کردن اون قلب و سیاه شده، اما داخلش ماهیت و اصلش یه چیزه. میگه این در من به حرکت افتاد که ای این دختراشو بیچاره رو ببین. خب و اون طرف هم میگفت که من شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر انسانی رفت به بازار که از بازار یه چیزی بیاد برای دختراشو بهشون احترام واسه دختراش داشته باشه، دختراشو احترام بذاره، واسه دختراش به اصطلاح بها بده، دختراشو شاد کنه، اون شخص رو خداوند با چشم رضایت اون رو نگاه خواهد کرد. بله. مالک ابن دینار میگه من اومدم یه دوتا سیلی زدم به اون ظالمه، حلوا رو از دستش گرفتم دادم به اون به اصطلاح مظلوم، گفتم که این شکلادا رو بگیر بده به دخترات. اون طرف هم گوشو مالیدم، یک چند مبلغی هم ازش جریمهش کردم، گفتم این پول هم واسه خودت برو یه چند شکلات دیگه هم بگیر ببر برای دخترات. مرد ضعیف بود، خیلی خیلی خوشحال شد، اومد تشکر میکنه. گفتم نه از من تشکر نکن، اما وقتی رفتی پیش دخترات بهشون بگو واسه من دعا کنن، من اسمم مالک ابن دیناره، بگو برای مالک ابن دینار دعا کنی. میگه بنده خدا رفت، من این تو ذهنم موند که ای بابا مردم دختر دارن، من هیچی ندارم، نه زن گرفتم نه هیچی، 30 سالمه، خدا کی منو میگیره؟ یه آدم شراب خوره مثلا فساد مفسد فی الارض و فلان. میگه رفتم بازار برده فروشام، یه کنیز خوشگل به مزاجم اومد، اونو خریدم، آزادش کردم و باش ازدواج کردم. بعد از مدتی خداوند به من یه دختر داد، دختر رو اسمشو گذاشتم فاطمه. فاطمه هم بزرگ شد، 2 سال شد. وقتی من داشتم شراب میخوردم میومد منو میکشیدم، این شرابا رو مینداخت بیرون، میریخت رو لباسام. اما خیلی خیلی به این دختر دلبسته بودم. هر روز دختر بزرگتر میشد و من بیشتر به طرفش جذب میشدم و دلبسته تر میشدم. 5 ساله بود فاطمه که وفات کرد. وقتی که فاطمه وفات کرد خیلی واسم سخت گذشت. اونطور که فاسد بودم 10 برابرش بدتر شدم، بیشتر شراب میخوردم، خودم در خودم شکسته بودم. تا یک شبی از شبهای رمضان بود، اینقدر شراب خوردم که بیحال شدم و افتادم. اون شب یک خواب بسیار عجیبی دیدم. خواب دیدم که قیامت به پا شده و فرشتگان لیستی هست صدا میزنن فلان، یکی اسمشو میبرن این طرف، در بین این خلایق این مرد شروع میکنه به لرزیدن. فرشته ها از لرزه و از ترسی که تو به این میرسه میفهمن که این فلانیه، میگیرن میندازنش تو جهنم. تا یهو شنیدم که صدا میزنن مالک ابن دینار. تا اسممو شنیدم وحشت برم داشت، فرار کردم از اون ساحه عرصات. من دارم فرار میکنم و یک اژدهای بسیار بزرگ سیاه با چشمای آبی منو دنبال کرده. من میدوم و این اژدها پشت سرمه. رفتم توی یه صحرای بزرگ، این اژدها پشت سرمه، بدو تا یک پیرمردی با ریشای محاسن سفید دیدم، اومدم گفتم که به دادم برس، این اژدهاست پشت سرم، به دادم برس. پیرمرد به من نگاه کرد، گفت که کاری میبینی که من آدم ضعیفیم، افتادم، کاری از دست من بر نمیاد، بدو شاید بالای این کوههای چیزی بتونی راه فراری پیدا کنی. رفتم بالای کوه. با این کوه زیرش دره‌های آتش بود، میترسیدم که تو آتش بیفتم. این اژدها هم از پشت دنبال من کرده بود تا که یکی داد زد که جای تو اینجا نیست، فرار کنی، از این ور نیا، برو پایین. بعد برگشتم، این اژدها هم پشت سرم. برگشتم همون پیرمرد رو دیدم، گفتم آقا به دادم برس. گفت که میبینی که من ضعیف افتادم، کاری از دست من بر نمیاد، اما برو روی این کوههای اینوری، اینجا امانت‌های مسلمان‌ها هستن، شاید اونجا تو امانتی داشته باشی و به دادت برسه. یه رفتم بالای این کوه و اژدها هم پشت سرم. اونجا دیدم که یک عالمه غاره، غارایی که
درهای طلایی قرمز دارن، پرده های ابریشمی بر اونهاست، هر طرفش لؤلؤ و مرجان و زیبایی هاست. کجا برم کجا نرم، یهو درها باز شد، بچه های کوچیکی اومدن بیرون، بچه ها داد زدن آی فاطمه فاطمه بیا پدرته. دیدم که از یکی از همین غارها دخترم فاطمه اومد پرید تو بغل منو گرفت و توی دستش یک نوری بود مثل تیر، اینو به طرف اژدها گرفت، اژدها هم فرار کرد رفت. گفت که پدرم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده واسه اونایی که ایمان دارن به خدا که دلشون از یاد خدا بلرزه؟ میگه من وحشت کردم، گفتم بله قد هان، وقت اون رسیده، اما چه کار کنم؟ گفت پدرم دعای همون دختراست که میخواد تو رو نجات بده. پدر برگرد. گفت که من اومدم این اژدها منو میخواست بخوره. گفت نه این اژدها نبود، این کارهای زشت خودت بود که زیاد زشتی کردی و این اژدها بزرگ و بزرگتر شد. و اون پیرمرد ضعیف و ناتوان اون کارهای نیک خودت بود که هر روز ضعیف و ضعیفترشون کردی. بله پدر، وقت اون رسیده که برگردی به طرف خدا. و مالک ابن دینار میگه بله من از خواب پریدم و میگفتم بله لقد هان، وقتی اون رسیده که من باید برگردم به طرف خدام. صبح وضو گرفتم، خودم آماده کردم برای نماز، رفتم صبح زود به نماز فجر. دیدم که امام حسن بصری داشتن امامت میدادن و قدر الله داشتن که همین آیه رو تلاوت میکردن در نماز فجر. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بله وقتی اون رسیده که قلبهای مؤمنان از یاد خدا بلرزن، بیاد خدا باشن، خداشون رو بشناسن. بله باید به طرف خدا برگشت، باید ایمانمون رو به خداوند متعال تجدید ایمان کنیم تا با ایمان به خداوند آرامش به ما دست بده، تا با ایمان به خداوند متعال قدرت بگیریم، بدونیم که یک خدای بزرگی رو داریم که هرگز ما رو ضایع نخواهد کرد. دیگه ترس از آینده، ترس از رزق و روزی نداشته باشیم. میدونیم که خدایی که ما رو خلق کرده آن که دندان دهد نان دهد و احساس به برابری و انسانیت به ما دست بزنه، چرا که همه این خلایق رو خداوند متعال خلق کرده. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها بترسید از خدایتان. الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. ای انسان ها ما شما رو از یک زن و مرد آفریدیم و از شما خلقت های زیاد، انسان های زیادی آفریده شدند و این انسان ها هستند که همه با هم برادر و برابرند و در ایمان به خدا انسان نفسش و پالایش میشه، آلایش میشه، رفتار و سلوکش درست میشن. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. اون چی که در دلاتون هست چه اون رو ظاهر کنید چه بپوشونید، خداوند اون رو میدونه. اون وقتی که انسان مواظب خودش میشه و ایمان به روز قیامت باعث میشه انسان درست کار بشه و بفهمه که قیمت بها داره. این دنیا مزرعه آخرت است. قیمت دنیا در همینه که بکاری تا آخرت برداری و ایمان به قیامت باعث استقامت بر حق میشه، باعث میشه که از حق تنازل نکنی، ثابت قدم باشی و مسئولیت پذیر باشی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شبهای دراز به عبادت می نشست. ام المؤمنین مادر مؤمنان عایشه می فرمودند که ای رسول خدا به خودت رحم کن. میگه پاهات ورم کرده از نماز. میگفتند و خداوند تو رو بخشیده. میفرمودند که افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزار خداوندم نشم؟ و در یک مجلس بارها و بارها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکردند رب اغفر و تب علی انک انت التواب الرحیم. بیایید با همین دعا رو بکنیم که دعای هدایت ما باشه. رب اغفر و تب علی انک انت التواب الرحیم. خواهشاً با من تکرار کنید رب اغفر. بله رب اغفر و تب علی
انک انت التواب الرحیم. بار الها ببخشای بر من و ببخشای و بیامرز مرا، چرا که تو بخشاینده مهربانی. بیایید رابطمون رو با خدامون درست کنیم و بنده حق خدا باشیم، توبه کنیم، برگردیم به طرف خدامون، از خدامون بخوایم که دست ما رو بگیره و ما رو به راه هدایت بیاره. اهدنا الصراط المستقیم. بار الها ما رو به راه راست هدایت فرما و افرادی کن که خودت میخوایی، تا در روز قیامت بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم بار الها خدایا ما بندگان توییم و آنطوری بودیم که خودت میخواستی. دوستان عزیز، تا قصه دیگر و اندرزهای دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و از همتون التماس دعا دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. بادا.